اساسگزار صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پروکورور گنرالی فدراسیای روسیه ایگور کراسنوف را که با سفری کاری در تاجیکستان قرار دارد به حضور پذیرفتند. در آغاز صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان مهمان را به تاجیکستان خیر مقدم گفته رابطه های زیچ و مهم مقامات پروکوراتور کشورها را در همکاری شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه مخصوص تاکید نمودند. جانب‌ها ضمن ملاقات پهلوهای مختلف همکاری را در سمت پیشگیری جنایتکاری از جمله در مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکل فراملی، تامین امنیت در سطح ملی، منطقوی و جهانی، کیبرجنایتکاری از بین بردن خطرهای موجوده داخلی که با جابجاگذاری ایدئولوژی‌های گوناگون دینی رادیکالی در جامعه علاقه‌مندند بررسی کردند. وابسته به وضع مرکب در افغانستان مسئله مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و پیشگیری قاچاق مواد مخدر محاکمه گردید. در این ضمن اجرای قرار شورای امنیت دستجمعی سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی درباره رویخط سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی در کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی ضرور شمرده شد. ضمن ملاقات همچنین همکاری مقامات پروکوراتور کشورها در سمت تفتیش مشترک پرونده‌های جنایتی، گذرانیدن چاره‌های فوری جستجویی، مسئله‌های استرداد و رسانیدن یاری حقوقی در پرونده‌های جنایی، اینچنین حفظ حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر بررسی گردید.